وحدت ملی بهترین نعمت، آرزو و آرمان، تحکیم دولت، نجات ملت، هستی انسان در هر دور و زمان به شمار می رود. تاجیکان از ازل صلح و دوستی را ترنم می کردند و می پرستیدند. چنانه که از گفته های شاعران ما برمی آید دوستی را جستجو داریم و از امانی گفتگو داریم و یا اینکه در گذشته هم اگر نگریم گفته می شود که درختی دوستی بینشان که کامی دل ببار آرد، نهالی دشمنی برکن که رنجی بیشمار آرد. از دوره به امضا رسانیدن سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی 27 سال سپری گشت. 27 سال در نزد تاریخ وقتی طولانی نیست، اما کشور ما در این مدت توانست به آزادی و آبادی های زیاد نائل گردد و استقلالیت خود را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کامل کرده توانست. تنها با راه وحدت یک پارچگی کشور را محافظت و پایدار و یگانگی مردم را استوار کرده می توانیم. تنها زیستن در فضای وحدت دشواری‌ها را پس سر می کند و زندگی مردم رو به بهبودی می آورد. و ما باوری داریم که جوانان ما، نسل امروزه ما به قدر و قیمت همین وحدت ملی می رسند و وحدت را همچون یک سرچشمه پیشرفت زندگی خود قرار می دهند. بگذار کبوتر صلح و وحدت در فضای کشور آزادمان تاجیکستان عزیز همیشه در پرواز باشد.